سلام، خوبی؟ سلام، چطوری؟ چطوری؟ علی آقای گل امروز خیلی اذیتش کردیم. یعنی از دیروز ما در خدمتش بودیم. علی آقا هم از دوستای خیلی خوب منه، جای برادر من میمونه، همین که یکی از تول لیدراییه که من خیلی قبولش دارم. اختیار داری. سلام علی، اکو کمپ با کمپی که خودشون برن بزنن چقدر فرق میکنه به نظر تویی که کارت اینه، تخصصت اینه، خیلی دیگه توی استخون ترکونده دیگه توی این زمینه خیلی کار کردی؟ خب اکو کمپ یه سری ویژگی‌های منحصر به فردی داره نسبت به کمپ زدن توی مثلا مناطق کویری و جنگلی و اینا. یک اولین و مهمترین چیزش اینه که کسی که یه اکو کمپ رو راه اندازی میکنه، اولین و مهمترینش اینه که اصول زیست محیطی رو باید حتما توی اون منطقه رعایت بکنه و اینا. از تولیدات همون منطقه استفاده بکنه، کمترین تولید زباله رو تولید بکنه و محیط زیست اون منطقه رو حفظ و ارتقا بده و اینا. یکی از مهمترین چیزایی که یه اکو کمپ میتونه توی اون منطقه، توی اون محدوده‌ای که وجود داره ایجاد بکنه، اشتغال افراد محلی اون اطراف هستش و اینا. که توی منطقه نمونه گردشگری متین آباد که ما الان هستیم، این کاملا به صورت 100% داره انجام میشه. یعنی هیچ گونه کارمندی خارج از این منطقه متین آباد نیستش، از شهر کسی نمیاد اینجا و این یه جاذبه و جذابیتی برای مسافرایی که میان اینجا ایجاد میکنه. شما بخاطر که بچه‌هایی که اینجا فعالیت میکنن همشون با لباس محلی خود همین روستا دارن کار میکنن اینو و لهجه محلی که صحبت میکنن جذابیت ایجاد میکنه. کلا کمپ کویری متین آباد و منطقه نمونه گردشگری متین آباد تقریبا میتونم بگم 80% از محصولات که برای صبحانه، نهار، شامش استفاده میکنه از توی خود همین مجموعه تولید میشه و به مجموعه اضافه میشه. از چه میدونم تخم مرغش، از محصولات سبزی کاریش، پنیرش، یه سری چیزایی که واقعا توی مجموعه نمیشه تولید کردش و اینا رو از بیرون خریداری میکنن اینا. حالا از بیرون که میگن، نه که از داخل شهر، از همین روستاهای اطراف میرن میگیرن و میارن و اینا. خب یه سوال دیگه، الان برای تویی که تول لیدری میخوای مثلا تور بیاری، چقدر فرق میکنه که اینجا بیار مثلا تورت یا مثلا بره وسط کویر مرنجاب یا کویر قصر بهرام؟ ببین دو تا چیز مقوله مختلفه. یکی این که هستش که مثلا اون توری که ما داریم برگزار میکنیم صرف این باشه که آقا من میخوام داخل کویر کمپ بزنم، این یه داستانه. یه داستان دیگه این هستش که نه، من میخوام امکانات یک هتل رو داشته باشم یا یه مجموعه بومگردی خوب رو داشته باشم، ولی در نزدیکی هم بتونم رمل و اینام داشته باشم. خب این دومی قابلیت اجراییش خیلی برای آژانس، تول لیدر اینا راحت تره و دومیش اینه که اقتصاد، پول و اقتصادی که به منطقه تزریق میکنه تا اینکه شما یک عالم وسیله و بار و بنو اینو جمع کنی بری واسه که کلی زباله تولید بکنی، مثل این آلت‌های جدیدی که شده دیسکو را میندازن و مثلا هر صدا تولید میکنن و اینا. اینجا به شما یه امکانات هتل 4 ستاره رو بهتون میده، باش همه امکانات، یعنی شام، نهار، صبحانه، چیز لوازم، چیز تفریحی، چایخانه، موسیقی زنده و اینا. ولی در کنار شما مجموعه های طبیعی هم وجود داره که میتونه اون توریستتون استفاده بکنه. اینجا حالا مثل کویر مرنجاب رملای خیلی بزرگ نداره، ولی رمل داریم، قلعه کرشاهی داریم اینجا که به فاصله هولوش 1 ساعتی با ماشین آفرود میشه رفتش، با بازدیدش کردش و جذابیتش و پتانسیل برگزاری تور برای اینجا
خیلی بیشتر از این هستش که شما توی مثلا کویر مرنجاب یا مثلا قصر بهرام یا مثلا جاهای دیگه بخواید تور چیز کنیم بذارین. یه سوال دیگه هم بپرسم، این که تو کویر که میایم چه چیزایی رو بیشتر باید ببینیم، به چه نکته‌هایی باید توجه بکنیم که حالا مثلا از لحاظ منی که عکاسم یا دوستای دیگه‌ای که میان فقط برای تفریح میان یا برای کار دیگه چه کارهایی رو باید بکنن؟ تو که هم محیط زیستی هم حالا دوستای محیط زیستی داشتی، یادی هم بکنیم هادی عزیز که خدایی برای محیط زیست ایران خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت کشید و واقعا من هنوزم که راجبش حرف میزنم بغض میکنم. نکته بگو بهمون که بمونه یادمون دیگه. واقعا یه یادی هم از هادی فهیمی بکنیم. من واقعا میتونم بگم که 90% چیزایی که از محیط زیست یاد گرفتم و بلد هستم، واقعا هادی معلم بسیار خوبی برای من بوده. واقعا یادش همیشه خالیه و یادش جاودان، واقعا یادش هم جاودان است. سوالت یادم ببینم تو کویر چیکار کنه؟ حالا یه عکاس که میاد بعد چیکار بکنه؟ چه چیزایی رو باید لحاظ بکنه؟ دیشب نتونستیم، نور کم بود، نکاتی که راجع به نجومی گفتی رو که خیلی خوب بود و من نتونستم فیلم بگیرم، ولی برای کلا که تو کویر میاد چه بایدها و نبایدهایی داره و به چه چیزایی باید دقت کنه، حالا برای عکاسیش، برای تفریحش. حتی کویر یه خصوصیت خیلی جذابی که واسه مسافر به قول مسافر داره، آسمون شبش هستش. یعنی شب شما واقعا انقدر پتانسیل آسمون نگاه کردن دارین که میتونین از موقعی که غروب، یعنی آفتاب غروب کرده تا فردا صبح که آفتاب طلوع داره میکنه، بشین آسمون کنین، نگاه کنین و رصد کنین و اینا. معمولا جاهایی که برای بقول کارهای مثلا کویر رو عکاسی نجومی استفاده باید آلودگی نوری کمی داشته باشه و اینا، که شما بتونین اون صورت‌های فلکی، اون سحابی‌ها، اون ستاره‌هایی که مثلا مد نظرتون هستش به مسافر نشون بدون رو بتونین به راحتی ببینین و اینا. سکوت کویر خیلی مهمه، چون شما فکر میکنین که الان این جایی که الان هستین کویر هیچ موجود زنده‌ای وجود نداره، ولی شب شما شروع به فعالیت بکنین توی کویر، انقدر موجود زنده از انواع گکوها، از انواع مارمولک‌ها، حالا توی فصل تابستون عقرب‌ها، مارها، جوندگان، حتی خیلی وقتا میتونه مثلا روباه و گرگ و این چیزا باشه. خیلی مهمه که سکوت در کویر چه تو طول روز چه تو طول شبش حتما رعایت بشه. دیسکو را نندازیم، سر صدا را نندازیم، کمترین آلودگی نوری رو داشته باشیم توی محیطی که هم خودمون داریم فعالیت می‌کنیم، همین که چیز هست، و محیط زیستمون رو حفظ بکنیم. تاق و گز و توی محیط‌های توی محیط‌های کویری گیاهایی که رشد میکنن خیلی سخت رشد میکنن، بخاطر اینکه آب وجود نداره و به سختی ریشه‌هاشون رو در خاک به قول گسترش میدن. تاق و گز و اینا نشکونیم، واسه آتیش روشن کنیم. چوبمون رو حتما اگه میخوایم آتیش داشته باشیم حتما چوبمون رو از شهر بیاریم. این چیزا نکته هایی که باید رعایت بکنیم تا اون محیط حفظ بشه، تا برای کسی که بعداً هم میخواد یا خودمون یا اگه دوست دیگه میخواد بیاد اونجا برای نسل‌های بعدمون هم بمونه. زباله هم نباید بذاریم. بله حتما اگه زباله تولید میکنیم خودمون ببریم شهر، نه اول شهر ببریم، چون توی روستاها معمولا دفن زباله ندارن. اینا معمولا یا میسوزوننش یا مثلا دفنش میکنن. حتما ببریم شهر یعنی چیزش بکنیم، امهاش. بسیار عالی. خیلی خوشحال شدم خودتون. ان شاءالله که بازم دمت با هم دیگه باشیم. ان شاءالله ما همیشه با شما. مرسی.